نمیدونم چند ماه بعد از انقلاب بود که دوستان هنرمندم گفتن که یک خواننده از اصفهان اومده تهران، بسیار صدای استثنایی داره. به من گفتم والا دیگه استثنایی چیه؟ ما همه صدا رو تو استودیو صدا برداری دیدیم، باشون ساز زدیم. گفتن نه، این متفاوته، حالا خودت بشنوی متوجه میشی. من دعوتشون کردم به منزل و اونجا گفتم که عزیزم مشتاقم صدای شما رو بشنوم. گفت اگه میشه با اون عود یک عراق افشار از فا، نوت فا بزنید، من قطعی خودم ساختم همونو بخونم. گفت یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس او هرگز نمی‌داند. تو دلم گفتم به به چقدر صداش قشنگ، دلنشین. بعد گفت نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می‌دارم. گفتم بچه هم که راست میگفتن، صداش خیلی قشنگ. ولی وقتی گفت ولی افسوس، اینه که گفت مضراب ناخودآگاه از دستم افتاد پایین. همینطوری خیره بهش شدم، گفتم عزیزم فقط میتونم بگم 1000 ماشاءالله، 1000 ماشاءالله به این صدا.